जी मेरी वाजह मेरे बलोचा मला संगति دومی رندند که این جستا گرگن ما اولی رندا جواب نداد بله هنوم پدا همی جستا گرگن آیا جستشن که تی خیال چیه من روس و اوکراین جنگ چستیر بیت نبید من زاندکاری خاصیتی نام بله منی و زانته اندازه پیش چه آوتی اصلی گپا اشیا بزاند که اوکراین یک همسایه روسه علاقه که روسی مردم یعنی اوکراین تو که بدر روسی زبانن تو روسی اصلش روسی هم ای علاقه و چه اوکراین تقریبا گیشین تا گوتی پوجی چست ایران یعنی گو روسی پوجی چست ایران که ما گو چوکانا گیشین گو روس هورن ای جنجال گپڑی سالن بله آدکه هنی به خاصی جاگاه رستن من پیش چه ای جنجالا پیش چه ای گپا کمو که پشتار روان شما سرپدید روس یعنی پیشترگی شوروی یعنی اما اتحادیه جماهیر شوروی 15 ایالت بیتگن و یک کچناما روس بیتن یک چیزی که ای پرشگا اثری هشت منی اندازه البته چیزی سال پیشتر چه روس یعنی مطلب ما سوسیالیسم ملکی ما یو اس اس اری پرشگا لهستان که پولند ببید لخوالنسا یک کارگری اتحادیه سرو کرد مزنین جنجالی و مزنین مردمی چستگیر کرد و کمونیستی پروشت و ای دنیا دیست که ای ملک هنین شرط بیانه بیشتر کنامی کمونیست بیتر بله هنین شرط بیانه و پدا ای شرک و پالی هم پروشت که پیسر هر کس همه خیال کرده که اگه ای پروشک بمن میلیون مردم جنگ چوب بید کشت کوشه بید بچه جنگ سردین جنگ پیسر روس و آمریکا و مغربی ملکانا سک باز بیتر مسترین زر همه دا خرج بیتر مستر ایشی بزاند که این روسا هنچی اثری هشتگد ای میدل ایستا تا گبتا یوروپا تا امریکانا تا آفریقا و مردمی که یونیورسیتی و جاگاه ها شد امانی چه نیم گشتر چه نیما گشتر سوسیالیسم خیال مردم بوده که می کمپرستین بلوچ چه دوان یکی گچیم کتین که درستان این نیمه گاوده که ناسیونالیسم ای سوسیالیسم یه دو مختلفی هستند ولی ایشان هنچی اثری هشتگد که محلوت مردم هنچوش ایشان مزن کتگد که من دا بولو یک بلوچی من پوتی گوشان اشکود یک تگردی هوتلی توکا گوشی روسا الکتریسیته اگه تو لوته تو بس وتی ये रेडियो रिसीमा चल लोगा चाहिए तगेरदा आदिम चाहिए करजानो तगेरदा बुगवाजे तरा elektriste resi حال اصل حقیقت شاید که مردم وارته مردم عذابته مشوتت و همه ما هم یه ملکانی بودن چونی عذابیت چونین دنیاییه و دیگه دنیاییه بچه گپ دراج کش مبید
این 15 جمهوریان یک که چه اصلیان استلندد که استونیایی باشند و تی اصلی ملکی نامی استی ایوکی ملکت که وقتی مخالفتی مزنین روستا شوروی ها مدام همی چی کرد که منو بلیت ما آدگه چیز گو شما ببید بله اکنومی می دستا ببید ما شما را هر چیز بچه هر جمهوری هر کاری کرد ذره کمایند باید بداده مرکز ها چه هر ملکی وقتی پرزیدنت هستد همه تیم با نه روس وقتی پرزیدنت هستد قرقیزستان و آذربایجان و دیگر هر ملکی نو اینا ای گپ گورباچوف شروع بود استونیای که گورباچوف سک مخالفت کو که اگر من یه چیز به من نگو درو آدگر همه چیزا لوتا بله اینا یک چیزی من گوشگی لوتید که ای حزب کمونیست مرکزی کمیتی گیچینکاری بود همین گورباچوف تیما گیشترین مردم منبر حیدر الیوف لوتد حیدر الیوف کهد همین هندگی آذربایجان پریزیدنت پت کمونیست پارتی تو که سکی اهم مردمی بود سکی ووتی چه گورباچوف سک گیشتر بیتگه بله ما سیاسی دفتری یعنی همه مرکزی کمیتی یک دیگه 5 7 10 نفری هستند که سیاسی دفترش باشن به یه خاطر که این مسلمان زاده ای آرا نمانه البته ایشی بزانید که اگر گورباچوف دیما میاد که اینو حیدر الیوفش بلوچیدی باز زاندکار همی گوشگند که هنگت همه وحدیگین سوسیالیسم تا یاد مروچی هستد بله یک شرین خوششانسی که شان رسید همیشه یک گورباچوف چه درستان کستر جوانتره گورباچوف دیست که من یک نوکین کاری کنم آیا مسترین غلطی همی بود که هنین دراهین دیکتاتوری ملکان مسترین پنت مسترین درس چین آیت گوشی که من اکنومی آزاد کنن من آزادی دیان دراهیم مردمان هر چی گوشی لیکی ای مردمان لوت ایشان درستان من درو آزاده بچه الان کس نفس نکشت وقتی که این چیز اعلام بود چیز من باز روش نگوست که سی 15 جمهوران سعی دانه که یکی روسیانه یلسینه بوریس یلسین روسی پریزیدنت همه تیم با و رنده هم بود یک پیشچه پوتینا دو دیگر سه یک شپی که ورا شراب ورن تو سک معروفین شپی همه جاگاهی که وحدان حزب کمونیست و استالین و یه که مزنین چستویه رانه کرتک همه جاگاه شده این هم شده همین نامی جاگاه ها همون هر سیان و باز کس گوشی که این باز وارتک یه چستویه رش کتک بله گپ بشین که من نه گوشی ها ما گپ باز کتا بله هر پاوسی ما گپتک ما لیمانی وارتک البته هر درستی وروک بیتگه بله گپ ادانه که ای همه چستی را نوکین چست کنن که هر ملک ما بعدین روسا پروشین هر جمهوری باید یک ملک ببین رنج بازی تقریبا 2 روز چست ایران همه نتیجه آثار همه بید یکی وحدا یکی چه ایشان گورباچوف تلفون گپڑی واحد ادان انتظاری کنن تو آخر گورباچوف گپ کن که می فیصله همشین که این جمهوریان هر یک کی بیتی جدای ملکی ببید
و آی بازی اعتراض کن که بود نکن تو ایو و پد همین گپ زن که شما آمریکا و مغربی ملکان جواب چی دهید. نو همین واجکار گوشی که هنین که من گو تو گپ یلسین گون جورج بوش پتا که امریکایی پرزیدنت هنی گپ همین گپ هم جنگن او چون تو روچ نگوست و دنیا همی وداره کتگد که اگر چوشی اتفاقی بکپید میلیونان مردم مرد ولی یکی پوز و نیا هر 15 ملک آزاد بیتن و پدا هنچین تن که هر یک ملک یوگسلاوی ودا 7 ملک ملد هنگد لحظه بزدگی برنگ ما بلوچان کوسوو وری ملک آمانی چستیر هنگد جاریه شیعان بزاند که چکوسلواکی چک دورا بود سلواکی دورا بود 15 چه 20 گوست بوک سعتراز کش بود باور کنی که من لوٹت میآید بچه اوکراین ناتو آمریکای من گپری مثلا دیما ارتداد کشان می مانیفست و سوسیالیسم حقیقتی این گپ که یک جوانی خیالی و بله آسمانی خیالی یعنی زمین و یارک نبی حقیقت اشین که چیزی که آمان لوٹتا مرچگی اسکاندناوی مغربی یوروپی که بادشاهی ملکند دراهی انسانی حق حقوقی مزدور پرولتاریا کارگر دراهین آزادی این ملک دوکن که نامش پادشاهی هم بلکه پادشاه که در یک مردمی هم مرزش نیست مطلب ووت هم داده نکن بگوزیم آمریکا ناتو مثلا پیدا آتکر رسته که دراهین اتمی بمبی واجکارا مزنی برنگ فرانس انگلستان آمریکا روس چین هفتگی پیش چه این مزنی شان امریکن و روسی گندونین دا هفتگی پیش این جارج درستان ساین کرد امضا کرد که اگر ما اتمی جنگی بکنین هیچ کس مستر نبید هیچ کس این جنگا نبا پرچی ادام انسانی و انسانیت تباه بید هفتگی رند آمریکا ناتو روس مردم رند چه گپری سالا دیم پدیم نشتن که اوکراین مسئله ها محل روس گوشید که منی شرط یه وکی همیشه که اوکراین ناتو و هور مبید آمریکا و ناتو یوروپ همی گوشگن که یک بوت نکن این 100 سال پیش گپی نه که یک چوشی شرطی شروطی بلید ملک لوٹی گو ناتو هور ببید ما بگوشین نه که روس نمنید این کارا ما کت نکن تیم روس چه دوان یکی به من یا دیپلماسی یا جنگ مسئله آتکا به همدا سر بیتر دیپلماسی یا جنگ چه دوان یکی من باز پهل کرید منی گپری شرین گپ مندم بله باز دراز کش بود